گویند در روزگاران نو آن بانوی که دستی در فنون مطبخ داشت آهنگ آن کرد تا شیرینی پزد از گونه فرنگی سرشتان، لیک با رسم و طبع مشرقی آن را کیک سیب خوانند. پس نخست اندازهای به قریب 200 مثقال کره گاوی برگرفت و بگذاشت تا در گرمای مطبخ نرم گردد و تبش گشاده شود. سپس با همان مقدار پودر شکر در طشتی از چینی سفید با چنگال برقی همی زد چندان که رنگش سپید گشت و بافتش به حریر مانندی. سپس از تخم‌مرغ تازه مرغ خانگی 4 دانه برداشت و دانه دانه بدان افزود و هر بار آن را با جدیتی تمام در هم زد تا ماده به نر آمیخته گردد و آمیزه یکدست شود. پس از آن چاشنی وانیل بدان بیفزود و قدری ماست نیز به اندازه نیم پیاله در آن گم کرد. آرد سفید گندم نیز به وزن 300 مثقال با اندکی بیکینگ پود به رسم امروز از الک گذرانید و آهسته آهسته در خمیر ریخت و با دست افزاری از شور تنها در حد امتزاج برهم زد. سیب‌هایی برگرفت 3 عدد از آن سرخگونه‌های شیرین و ترد. نخست با دقتی تمام پوست آنها را با کاردی تیز برگرفت چندان که لطافت گوشت میوه خللی نبیند. سپس مغز آنها را بیرون کرد و به حلقه‌های هم اندازه برید تا به زینتی چون نگین بدل گردد. هر حلقه را در دارچین نرم آسیا شده بغلتانید تا بوی آن به مغز رسد و در این میانه خنکای سیب و گرمای دارچین به گفتگویی دلپذیر پرداختند چنان که گویی در آستانه پخت رایحه‌ای از مهر در فضا پیچید. قالب‌هایی از حجره برگرفت و در آنها کاغذ روغنی نهاد. نخست قدری از خمیر را در آنها ریخت و به نرمی گسترد. سپس حلقه‌های سیب را به تناسب بچید چنان که گلبرگی بر گلبرگ بنشیند. بر روی آنها اندکی شکر قهوه‌ای فشاند که در گرما گداخته گردد و لذیذتر نماید. لختی درنگ کرد تا مواد در کنار یکدیگر آرام گیرند. آنگاه خمیر باقی را با مهربانی بر آنها ریخت
تا رویشان را بپوشاند و به خلوتی گرم و نرم در آغوش یکدیگر بسپارد. در تنور آهنی که امروزیان آن را فر خوانند، در دمای 175 درجه گرمی به مدت 40 دقیقه بپخت. و آنگاه که بیرون آورد، عطر سیب و دارچین و کره حیوانی در فضای مطبخ بپیچید، چنانکه کودک از خواب برخاست و مرد از دلمردگی به وجد آمد. چون شیرینی سرد گشت، بر آن پودر قندی همچون برف افشاند. و زینتش کرد به پسته خرد شده و گلبرگ‌های خشک شده سرخ که چشم و دل را به شادی آورد. این کیک اگرچه در ظاهر از رسم فرنگ بود، لیک در طبع و رایحه و ذوق سخت ایرانی می‌نمود و آن خاتون خوشنود و سربلند آن را به چای تازه دم و اندکی گفتگو آراست و خانه را بدان شیرینی مزین کرد.